به نام خدا. بیننده‌های عزیز، به برنامه چالش از شبکه تلویزیونی نگاه خوش آمدید. همانطور که میدانید ما هر روز به مرحله حساس کشورمان نزدیک میشویم، یعنی مرحله تاریخی و حساس، یعنی انتخابات کشورمان. روی همین ملحوظ ما همیشه در تلاش هستیم تا در انتخابات شما را یاری بکنیم و شما بتوانید بهترین نامزد و بهترین شخصیت ملی کشور را برای زعامت 5 سال آینده کشور برگزینید. به سلسله مهمانان برنامه چالش امشب مهمان عزیزی داریم. شما با چهره از اونها آشنا هستین. جناب آقای لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و همچنان نامزد ریاست جمهوری و سال 1388. جناب آقای پدرام خوش آمدین به برنامه. متشکرم. آقای پدرام، شما مدعی نظام فدرال در افغانستان هستین. بله. چرا فدرال؟ چرا ما دولت فدرال مطرح کردیم، سیستم فدرال مطرح کردیم؟ با توجه به چند مسئله بوده. یکی این که تجربه تاریخی حداقل بیش از 200 سال پس نشان میده که ما نتوانستیم نظام ایجاد بکنیم، سیستم سیاسی حقوقی ایجاد بکنیم که زمینه مشارکت واقعی همه مردم و همه اقوام فراهم بشه. چرا من تاکید میکنم روی زمینه مشارکت مردم و بعد چرا بحث اقوام داره مطرح میکنم؟ از این بابت که ما وقتی درباره فدرال داریم صحبت میکنیم از موضوع کنگره ملی افغانستان و طریق ایجاد فضاها و زمینه‌های مشارکت در دولت و در سیستم سیاسی که اسمش فدرال باید باشه و در این حال حضور دموکراتیک مردم. آیا در نظام فعلی بحث مشارکت ملی مطرح نیست؟ آیا ما مشارکت ملی در نظام فعلی نداریم؟ مشارکت این نیست که از اقوام مختلف شما یک نفر پیدا بکنید ببرید در دستگاه دولت یا در هیئت وزیران یا نمیدونم در مراجع مختلف و بعد بگین که مشارکت تامین شده. این به نظر من درک بسیار ساده از مشارکت ملی. خب شما چی کار میکنید؟ مشارکت ملی یعنی اینکه شما برای احاد مختلف ملت در موقعیت‌های متفاوت خودشان در مناطق خودشان باید امکان حضور و مشارکت فراهم بکنن و این در کشوری مثل افغانستان فراهم نمیشه مگر اینکه سیستم فدرال بشه. یعنی ما مشارکت وقتی میخوایم بگم این است که در مناطق مختلف در ایالات فدرال مردم محلات حق تصمیم گیری در مورد قوانین، حق تصمیم گیری در اولویت‌های اقتصادی خودشان، برنامه‌های سیاسیشون رو باید داشته باشن. اون مشارکتی که ما مد نظر داریم که به تامین بشه مشارکتی بر چنین پایه‌ای هست. کدام مکانیزم در نظر دارین که بر اساس واحدهای اتنیکی نمیخواین نظام تقسیم میکنه؟ ببینید الان افغانستان از سالها به این طرف به صورت زون‌هایی داره میشه. قبل از او هم از خیلی تاریخ قدیمتر به صورت نایب الحکومگی های داره میشه. نایب الحکومگی قطغن، حاکم علای مشرقی، نمیدونم حاکم علای قندهار. این نبوده که این تجربه ها را ما نداریم. این تجربه ها را ما داشتیم تا مدرن نبوده. تجربه ها بر پایه های ابتدایی و ساده بوده و بنابراین هیچ وقت ما با اون معنی واقعی دولت مرکزی نداشتیم. شما تاریخ نگاه بکنید و حتی تا اواخر هم الان هم وقتی که شما در رابطه با مناطق بحث می‌کنید بحث زونا را دارید. ما بحث ما این است که تقسیماتی که ما انجام میدیم بر پایه روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، مسائل اتنیکی یکی از المان‌های خیلی کوچکترش خواهد بود. بر مجموع این پایه باید ما فدرال ایجاد بکنیم. اما میمونه در رابطه با مسئله اقتصاد که این نگرانی ایجاد میشه که ولایت‌های ثروتمند مثلا ولایت‌های شمال ثروتمندتر هستند. چگونه میشه یک بالانس ایجاد کرد که کشور ولایت‌های عقب مانده‌تر یا فقیرتر از نظر منابعی اینا متضرر نشن. ما یک اصطلاحی داریم در کانادایی ها با کار میبرن به نام هزینه های برابرساز. هزینه های برابرساز معنیش در اقتصاد فدرال چی است؟ معنیش این است که ایالت های ثروتمند هستند با توجه به برنامه‌ریزی خودشان و مجموعه پلانی برای دولت مرکزی میدن و اولویت هایی که برای خودشان قائل هستند. مقدار از اون هزینه را خرج خودشان میکنن، هزینه های اضافی یا در واقع درآمدهای اضافی و اختیار دولت مرکزی قرار داده میشه. دولت مرکزی از طریق خود این پول برای رشد ایالت های عقب مانده خرج میکنه. ما یک مثال هم داریم از همین نمونه که شما یاد میکنین. مثلا در پاکستان چرا مثلا پنجاب نمیتونه به کویته کمک بکنه در حالی که خود کویته گاز هم داره؟ ولی اینمی مسئله که شما عنوان کردین دقیقاً نمیتونه در کشور پاکستان. شما نمونه های پاکستان ما پیشتر برای شما گفتم که فرض بر این است که شما درآمد دارین توزیع میکنین، اگر ندارین خرج ایالت خودتان میکنین. خب بقیه از بالانس نشد. نه ببینید، نه ما روشن بالانس میشه. این خودش بالانس شدن است. یک دفعه شما بالانس از طریق کسری میکنین به زبان اقتصاددانا، یک بار بالانس از طریق دستیابی میکنین. این حرفی است که امرتیاسین مطرح میکنن. این دو جور شما بالانس دارین. یک بار از بالانس در سطح کسری ها با وجود میاد،
یعنی چون درآمد وجود نداره در سالهای کلان هم همین ترتیبه. بیشتر اقتصاد کلان هم خودم می‌خواستم کمی بیشتر توضیح بدم جناب آقای متوجه هستم. مثلا در کویت پاکستان گاز است ولی چرا مو گاز صرف مصارف خود یک مسئله دیگه هم هست که در فدرال ها باز موقعی که شما بحث بالانس کردن اقتصاد مطرح می‌کنیم چی بر بنیاد ساختارهای کسری یا چی بر بنیاد نهادهای دستیابی میگن آمارتیا سین به کار میبرن اصطلاحاً اقتصادهای مدرن اقتصادهای دهه 90 که الان زنده هستن کل نظام در چارچوب فدرال بسته به کل ساختار فدرال هم میشه. ببینید ما وقتی که میگیم نظام دموکراتیک فدرال مطلقاً بحث ما با بحث یک ساختار فدرالی در پاکستان متفاوت است. توجه فرمودین که چی میگم؟ نظام دموکراتیک فدرال بر پای اقتصاد عادلانه بازار، نه منطق بازاری شده اقتصاد. این از بحث اساسی که ما با کاندیداها داریم. بحث ما با بقیه کاندیداها سر این مسئله است که این سیستم وقتی میخوایم ما تعویض بکنیم تنها این نیست. اجازه بدین که خب این نکته مهمی است من توضیح بکنم. این نیست که ما فقط بیایم در این موقع یک سیستم فدرال ایجاد بکنیم. فدرال در یک کشوری مثلا تیپ سرمایه‌داری آمریکا باعث نابرابری‌های بسیار زیادی هم هست. ببینید شما در آمریکا تعداد زیادی فقرا دارن، درآمد اونجا حال بحث‌های خیلی فنی اقتصادی است که جاش نیست. ولی بسته به این است که چی نوع نظام شما عادلانه میکنه. یعنی دولت چقدر در اقتصاد کشور میتونه مداخله بکنه. طرحی که ما داریم با کلی متفاوت با یک طرح سرمایه‌داری لیبرال است. ساختار اقتصادی که ما در افغانستان داریم مبتنی بر بازار آزاد سرمایه‌داری است. در چارچوب این بازار شما که فدرال ایجاد بکنین میتونین در این فدرال مسئله اقوام مشارکتش حل بکنین، ولی امر دموکراتیک نمیتونین حل بکنین. خب چیزی که شما عنوان میکنن بیشتر بحث منابع است. چون در دست ما نیست. سرمایه را نداریم. بحث منابع نیست. ببینید ما درباره منابع بحث نمیکنم. ببینید من یک بحث اقتصادی خیلی پیچیده دارم با شما انجام میدم. من میگم که مسائل اقتصادی در کادر سیاست حل میشه. جناب آقای پدرام شما گفتین که در یک برای نظام فدرال ما به یک جامعه مدرن نیاز نداریم. چه تضمینی وجود داره که ما بتونیم با یک جامعه 90% که بیسواد داریم در چنین جامعه ما نخبه ها را بیاریم به سطح رهبری ملت و در ضمنش نفوذ رهبران قومی و مذهبی را ما در وسط از یاد نبریم. البته متوجه هستم. ببینید مسئله نخبگان که من خدمت شما مطرح کردم، نخبگان در یک مکانیزم میخواستم فقط مشخص از جواب ما آیا ما به یک جامعه مدرن نیاز نداریم در این؟ چرا ما الان داریم حرکت می‌کنیم به طرف مدرن شدن، به طرف یک جامعه مدرن. ولی جامعه مدرن که یک شبه که ایجاد نمیشه. پس به این ما به نظام فدرالی نه بس یک شبه نیست. بس این است که از الان باید پایه‌گذاری بشه، یعنی تربیت دموکراتیک، قانونگذاری، همه مسائلی است که باید بهش توجه بشه. ولی وقتی که من میگم که ما به زمان نیاز داریم، منظور ما نیست که ما 50 سال بعد فدرال مطرح بکنیم. این فدرال هم که بخواین شما الان بسازین در چارچوب دولت فدرال برای رشد کل جامعه با فرصت نیازمند است. خب ولی نقش دولت فدرال منتفی نمیکنه. یعنی شما در کشوری بسیار عقب مانده ببینید زمانی که هند فدرال شد، زمانی که ایالات متحده آمریکا قرن 18 فدرال شد، از ما کرده خیلی عقب مانده بود وضعیتش. در اوج عقب ماندگی ایالات متحده آمریکا که بعد از جنگ‌های داخلی داشت بیرون می‌آمد. این نبوده که آمریکا فرق چی می‌کنه؟ ما خیلی فرق هند چی فرقی داشته با ما؟ پاکستان چی فرقی داشته؟ لااقل به لحاظ زمانی خیلی فرق می‌کنه. به طور مثال ما یک نظام نوپای دموکراتیک ما در افغانستان تازه روش کار کردیم و این نظام دموکراتیک نمیشه با این ساختار. چرا مثلا به طور مثال من نمونه میتونم به شما خب ما قانون اساسی فعلا داریم، در این قانون اساسی حق رای داریم. ببینید زبان ما اجازه بدید من تکمیل کنم با شما گپ میزنین. میفهمم که ما حق رای داریم. نمونه شمیست که خود شما آمدین نامزد کردین خدا و همچنان از حقوق بشر حمایت میشه و به زنها حق داده شده و به این ترتیب. آیا این نظام دموکراتیک نیست؟ خیلی خوب اجازه بفرمایید که برای شما بگم که اول یک نظام دموکراتیک قاعدتاً تبلور کاملش و جلوه کاملش انتخابات نیست. یعنی دقت بفرمایید بهش. اینا بحث‌های خیلی دقیق روی مسائل دانشمندان انجام دادن. در یک کشور بسیار مستبد نمیشه انتخابات کرد. اشکالی نداره. در خیلی کشورها انتخابات چرا نیست؟ در شوروی هم انتخابات میشد، در نمیدونم فلان کشور دیگه هم انتخابات میشد برای تعیین نماینده ها، برای تعیین رهبری. در همین افغانستان هم ما در زمان دکتر نجیب شاهد انتخاب و گزینش رئیس جمهور بودیم. بنابراین یک فرم برای این وقت شما دموکراسی میگین یک مجموعه است. ولی او فرق نمیکنه. شما دارین یک کنسپت مطرح میکنید دموکراسی. من همین افغانستان برای شما میگم. افغانستان براتون میگم. من الان براتون میگم. ببینید شما ممکنه در کشور قانون دموکراتیک داشته باشید. نفس خود قانون دموکراتیک. من یک نمونه برای شما میگم. شما یک کشوری دارین به نام مراکش. فرانسه ها میگن بهش ماروک.
انتشار قوانین غیر دموکراتیک است، قوانین پیشرفته نداره، مخصوص در رابطه با مسئله زنان. ولی رفتار دولت، رفتار روزانه دولت با مسائل بسیار دموکراتیک است. ببینید قانون خانواده در زمان شاه، در زمان ایران که 50 سال پیش از این روز نوشته شد، اجازه بدین شما نمونه گفتید، ما نمونه بگم. اون مثلا اون قانون دموکراتیک است ولی عمل نشد. در افغانستان شما قوانین دارن که از خیلی جا دموکراتیک است ولی قوانین تطبیق نمیشه. یک نمونه خود قانون اساسی. مشکل در من نیست، مشکل در شما نیست. مشکل پس به اساس گفته خودتان مشکل در مدیران نظام است. پس چرا روی سیستم حرف میزنین؟ سیستم اگر مشکلی از کی است؟ سیستم بحث جداست. چیزی از هوا که نیست. سیستم متشکل از همین مدیران است. شما یک وزارت نمیدونم ولی اونا رهبری میکنن، فقط اونا هم از همین سیستم پیروی میکنن، در خود همین سیستم. شما در رابطه با مسئله اجازه بدین، مسئله زنان دموکراتیک است، مسئله زنان حضور دارن در پارلمان، درست نه؟ ولی شما الان نگاه بکنید قانون خانواده با خشونت در نظام فدرال مشکل خانواده